ببین چه هدسر قشنگی برات آوردم که ببافی و حسابی ازش لذت ببری. تو هم این پست رو بفرست برای دوستات و دعوتشون کن به جمع صمیمی مینا بافت. در ضمن با هر کانوای ضخامت متوسط میتونی این بافت رو ببافی و قلاب شماره 2 تا 2.5. برای شروع نخمون رو سر میندازیم. گره اولیه ایجاد شد. برای سایز کودک 120 تا زنجیره، برای نوجوان 125 و برای بزرگسال 130 تا زنجیره احتیاج داریم. فقط دقت کنید که تعداد زنجیره ها رو 5 تا 5 تا کم یا زیاد کنید. به خاطر اون طرح و مدلی که داریم که باید درست در بیاد، باید 5 تا 5 تا کم یا زیاد بشه. خب 120 تا زنجیره میزنم. خب تعداد 120 تا زنجیره رو زدم. حالا در ادامه ببینید از این حلقه‌ای که قلاب داره نخ و حرکت میده حساب نیست. از زنجیره بعدی شروع میکنم. یه دونه پایه کوتاه میخوام بزنم. پایه کوتاه به چه صورت؟ قلاب بدون اینکه نخ بگیره وارد زنجیره میشه، نخو میگیره و میاره بیرون و این دو حلقه روی قلاب رو یکی میکنه. زنجیره بعدی میخوام یه پایه ساده یا متوسط ببافم. نخو میگیرم دور قلاب وارد زنجیره میشه، نخو میگیره و میاره بیرون. حالا این سه حلقه روی قلاب و نخ میگیریم و یکی میکنیم. زنجیره بعدی میخوام یه پایه بلند ببافم. مجدد نخو میگیرم دور قلاب وارد زنجیره میشه، نخو میگیره و میاره بیرون. حالا این سه حلقه روی قلاب طی 2 مرحله انجام میشه به این صورت. زنجیره بعدی میخوام پایه دوبل ببافم. همونطور که از اسمش معلومه 2 مرتبه نخو میگیرم دور قلاب وارد زنجیره میشه، نخو میگیره و میاره بیرون. حالا این 4 تا حلقه روی قلاب طی 3 مرحله بافته میشه به این صورت. در ادامه چی کار میکنم؟ 5 تا زنجیره از پایین میشمارم. 1 2 3 4 5. روی 5مین زنجیره یه دونه بست میزنم. به این صورت کار من در میاد. در ادامه 5 تا زنجیره میزنم. دوباره از زنجیره بعدی شروع میکنم. یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پایه ساده یا متوسط، یه دونه پایه بلند و تو زنجیره آخر یه دونه پایه دوبل می بافم. پنج تا زنجیره از پایین میشمارم. یه دونه بست میزنم. ببینید تا انتهای زنجیره ها ما میخوایم این بافت رو تکرار کنیم. 5 تا زنجیره، یه پایه کوتاه، یه پایه ساده یا متوسط، یه پایه بلند و زنجیره آخر یه دونه پایه دوبل. پنج تا زنجیره از پایین میشماریم. یه دونه بست میزنیم. این روالو تا انتها، تا آخر زنجیره ها از این بافتای مثلثی ببافیم و برگردیم. ببینید دوستان تا انتهای زنجیره ها من این بافت مثلثی رو تکرار کردم طبق همون روالی که توضیح دادم. حالا در ادامه 2 تا دونه زنجیره میزنم، کارو یک مقدار برمیگردونم. میخوام این طرف زنجیره ها حالا همین بافت مثلثی رو تکرار کنم. 2 تا زنجیره که زدم یه دونه پایه کوتاه میزنم اینجا تو زنجیره اول،
به این صورت. اینجا بعدن تو این فضای 2 زنجیره میخوام بافت انجام بدم. حالا دوباره طبق همون روال قبل 5 تا دونه زنجیره میزنم. زنجیره بعدی یه پایه کوتاه، زنجیره بعدش یه پایه متوسط، زنجیره بعد پایه بلند و زنجیره آخر پایه دوبل. پنج تا از زنجیره که پایین بشمارم، بست کارمو ببینید باید دقیقاً روبروی این بستی که این طرف زده بودم، ببینید میشه اینجا. دقیقاً بست کارمو میزنم به این حالت. این مثلث ها دقیقاً باید روی هم بیفتن. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا زنجیره به ترتیب شروع میکنم تو زنجیره ها پایه های مد نظر رو میبافم. بستشو میزنم اینجا. تو این قسمت ببینید تا انتهای زنجیره ها به همین روال ببافیم و برگردیم. به قسمت انتها رسیدم. آخرین مثلثی رو هم میخوام ببافم. پایه کوتاه، پایه متوسط، پایه بلند و پایه دوبل. اتصالش رو همینجا تو این آخرین زنجیره باقی مونده بست پایانی رو میزنم به این ترتیب. 2 تا دونه زنجیره میزنم تو پایه بعد، گندمی پایه بعد یه دونه بست میزنم، توی گندمی بعد یه بست، به همین ترتیب بست میزنم تا برسم اینجا داخل این گندمی پایه کوتاهم. ببینید این پایه کوتاهی که تو ابتدای مثلثی زدم یه دونه پایه کوتاه میزنم توی گندمی پایه کوتاه قبلیم. 5 تا دونه زنجیره میزنم و اتصالش رو انجام میدم توی این گندمی پایه کوتاهم. اتصالش رو با پایه کوتاه انجام میدم. مجدد 5 تا زنجیره، یه پایه کوتاه میزنم توی گندمی این پایه کوتاه. یک، 2، 3، 4، 5. این روالو تا انتهای رج ادامه میدم. به انتهای این قسمت رسیدم. در ادامه 4 تا دونه زنجیره میزنم و یه دونه پایه بلند میبافم روی گندمی این پایه دوبلم به این صورت. دوباره 4 تا زنجیره، یه دونه پایه بلند میزنم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا داشتیم. 4 تا زنجیره، یه پایه بلند همینجا کنارش داخل همین فضای 2 زنجیره. دوباره 4 تا زنجیره، این بار یه پایه دوبل، یه پایه بلند میبافم روی گندمی این پایه دوبل و مجدد 4 تا زنجیره
و یه پایه بلند میزنیم تو این گندمی پایه کوتاهمون. ببینید تا اینجای کار به این صورت در میاد. 5 تا فضا تشکیل دادیم، هر کدوم با 4 تا زنجیره. حالا این طرف بافتمون هم دقیقاً مطابق این وره. تمام این مثلث ها رو میایم با 5 تا زنجیره به هم وصل میکنیم. 1 2 3 4 5. یه پایه کوتاه میزنیم روی گندمی این پایه کوتاهمون. مجدد 5 تا زنجیره روی گندمی این پایه کوتاه، یه دونه پایه کوتاه میزنیم تا انتهای این قسمت هم تا انتهای رج ببافیم و برگردیم. ببینید دوستان به انتهای رج رسیدم. اینجا میخوام مثل این طرف 5 تا فضای 4 زنجیره‌ای تشکیل بدم. 4 تا زنجیره میزنم، یه دونه پایه بلند میزنم توی گندمی پایه دوبلم. مجدد 4 تا زنجیره میزنم، یه پایه بلند میزنم تو این فضای خالی 2 زنجیره. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، یه پایه بلند میزنم تو همین فضا، همینجا کنارش. دوباره 4 تا زنجیره، یه پایه بلند توی گندمی این پایه دوبلم میبافم. و 4 تا زنجیره، یه دونه پایه بلند میزنم اینجا تو این گوشه. ببینید کارم به این صورت در میاد. یه نکته ای رو بگم، هم اینجا میتونه پایان کارتون باشه، یه هدبند زیبا داشته باشین، فقط حتما بافتتون رو به پشت برگردونین و بخار بدین، صاف و مرتب و یک دست بشه و از این چین خوردگی در بیاد. نکته ای که فقط داره، اگه میخواید اینجا پایان هدپیستون باشه، تو این قسمت فضای سوم، تو این فضای خالی سوم، یعنی دقیقاً این وسط، اینجا 50 تا زنجیره میزنید. تو این قسمت 50 تا زنجیره میزنید به عنوان بندینک هدتون. 50 تا زنجیره رو که زدین و بعد دوباره از انتها شروع میکنید به سمت برگشت. چی کار میکنید؟ روی تک تک 50 تا زنجیره که زدین یکی یه دونه بست میزنین و همون مسیر زنجیره ها رو برمیگردین. یا نه اگر دوست داشته باشید میتونیم با هم یک رج دیگه برای حاشیه ببافیم و بعد بندینک رو بذاریم. حالا هر طور که مطابق سلیقتونه. میریم تو این فضای خالی زنجیره‌ای، یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یه دونه پایه متوسط میبافیم، یه دونه پایه بلند میبافیم، یه دونه پایه دوبل، یه دونه پایه بلند، یه دونه متوسط و یه دونه کوتاه. به این صورت، یعنی تو تک تک این فضاهای خالی که داریم این بافت رو میخوایم تکرار کنیم که به عنوان حاشیه بافتمون باشه. یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پایه ساده یا متوسط، یه دونه پایه بلند، یه دونه پایه دوبل، کنارش مجدد یه پایه بلند، یه دونه پایه ساده یا متوسط و یه دونه پایه کوتاه. تا انتهای رج این بافت حاشیه رو
تو این فضاهای خالی ببافیم و برگردیم. اینجا 5 تا فضای خالی 4 زنجیره‌ای داشتم. ببینید 2 تا فضا رو کامل بافتم، 2 تا فضا رو هم از این طرف می بافم. اینجا تو این قسمت وسط یعنی فضای سوم اینجا میخوام بندینک رو وصل کنم. یه دونه پایه کوتاه رو می بافم، پایه متوسط، پایه بلند، یه دونه پایه دوبل داشتم. اینجا بالا سر پایه دوبل 50 تا زنجیره میزنیم. پنجاه تا زنجیره رو که زدیم به این صورت میایم نخو میگیریم دور قلاب، میخوایم یه پایه پفی ایجاد کنیم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میشمریم، میریم پایین، نخو میگیریم و میکشیم روی قلاب نگه میداریم. این 1 مرتبه، 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 و 5. حالا نخ میگیریم و از داخل همش عبور میکنه. مجدد 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم. میایم همین قسمت این پایین، ببینید اینجا که تو این زنجیره که پایه ها رو بافتیم یه دونه بست میزنیم به این صورت. این میشه سر بندینکمون. حالا میایم توی تک تک این زنجیره هایی که داریم تا انتها یکی دونه بست میزنیم. یک مقدار این بند ما ضخیم بشه. پس تا انتهای زنجیره ها یکی دونه بست بزنید. خب ببینید بستو تا انتهای زنجیره ها زدم، رسیدم دوباره به همین قسمت. بعد از پایه دوبل مجدد یه دونه پایه بلند باید ببافم، یه دونه پایه ساده یا متوسط و یه دونه پایه کوتاه. این الگو و روالو تا انتهای این قسمت هم توی تک تک این فضاهای خالی که دارم میبافم و به این انتها که رسیدم دوباره تو این خونه وسط تو این فضای خالی سوم میام دقیقاً همین بافت رو تکرار میکنم. 50 تا زنجیره رو میزنم، این پای پفی رو ایجاد میکنم و دوباره با یه بست این مسیر رو برمیگردم و بافت هدبندم به پایان میرسه.